سلام دوستان، امیدوارم که روزای گرم خوبی داشته باشید. این روزا با توجه به گرمی هوا موتور کولر آبی یکی از قطعاتیه که احتیاج به سرویس داره و اگر که بهش نرسید هزینه‌های زیادی رو براتون به بار میاره. این موتور امروز میخوام بازش کنیم به دلیل خراب شدن بوش جلو موتور که باعث میشه موتور گیرپاش کنه و از حرکت و از کار بیفته. سفت و صدر آموزش میدیم، امیدوارم که بهره کافی رو ازش ببریم. خب قدم اول با یه آلن 6 پیچ پولی رو باز میکنیم. و یه ذره پرش میدیم، چپ و راست پرش میدیم، روغن بهش میزنیم از تو سوراخ این روون میشه. یه ذره چی باشه به اصطلاح روون بشه این در میاد. این پولی رو در آوردیم. حالا با آچار 8 دو سر 8 پیچای دور موتور رو باز میکنیم و میله هاش میکشیم بیرون، پیچه هاش میکشیم بیرون. خب برای جدا کردن سر جلو موتور احتیاج به یک پیچ کشتی ضربه خور داریم که خب اینو به این شکل صافش میکنیم، اینو در میاد. خب یه بوشی این وسط هست، بوش برنزی هست، جنسش برنزه. این بوشو بر اثر تسمه صفر و کارکرد زیاد گشاد میشه. گشاد که شد، اول صدای بدی رو تولید میکنه، دوم باعث میشه که این روتور مجموعه موتور کولر این قسمتش بگیره به داخل استاتور و موتور گیرپاش کنه. حالا ما به دو روش میتونیم اینو درست کنیم. روش اول اینو یه بولبرنگ 6202 با دهن 16 داخل این میزنیم و یکی از این سر بولبرنگی میندازیم روش، اصطلاحاً سر جلومون بولبرنگی میشه. روش دوم اینه که از بوش فابریک خودش استفاده کنیم، اما این در عوض میشه. اینجا من نمونه آماده شده خودشو تهیه کردم. روتور سالم، سر جلو عقب سالم و سر جلو نو شده. بوش این بوشش درش با هم عوض میشه و طریقه جا زدنش هم خیلی ساده و راحت. اینو در میاریم، روغن کاری میکنیم نمدار رو، یه مقدارم به خود بوش میزنیم، شافت میزنیم. خیلی روون و راحت جواب میده. حالا برای که مطمئن بشیم که
ببینیم سر عقب موتور هم ایراد پیدا کرده یا نه. خیلی راحت سر عقب موتورم در میاره. شافت آرمیچر رو داخل گوشش قرار میدیم و تست میکنیم. میبینیم بله اینم خراب شده. برای تعویضش چیکار میکنیم؟ یه پلاتین یک کلاچ اینجا هست، اونو باز میکنیم. 3 تا پیچ داره. تعویض در و عقب احتیاج هست که این پلاتین باز بشه. 3 تا پیچ داره، بازشون میکنیم. وقتی که بازشون کردیم پلاتین از صفحه بوش جدا میشه و بعدش اقدام میکنیم برای تعویضش. حالا مراحل بستنش رو هم بهتون توضیح میدم. این آرمیچری که مال موتور کولرونه سر عقبش باید درب بوشیمون به اصطلاح خودمون جزم باشه، هیچ گونه لقی نداشته باشه. حالا چجور لقی پیدا میکنه؟ اینجوری نگاه کنید، این خیلی لقه، اینقدر لق باشه. این لقی باعث میشه که روتور به بدنه استاتور تماس پیدا بکنه و موتور رو گیرپاچ کنه. خب صفحه جدید رو تهیه میکنیم، با همون 3 تا پیچی که باز کردیم میبندیمش. دقت کنید که تمام پیچ‌های سر جای خودش باشه. خب پس از صفر کردن این 3 تا پیچی که باز کرده بودیم، صفحه رو که گذاشتیم روش، 3 تا پیچش رو میبندیم و خوب صفر میکنیم. خب یه پری به قول گفتن یه دوری به سیماش میزنیم که اینا بره جا و روبروی صفحه پیچمون باشه. موتور رو برمیگردونیم، شافت روغن میزنیم سر جلو و سر عقب دوتاش.
داخل موتور قرار میده، روون باشه. در بوشی جلو سر جای خودش قرار میدیم. شروع میکنی پیچ ها رو بستن. با 4-8 به صورت ضربه دری صفر میکنیم اینا رو. جوری باید اینا رو تنظیم ببندیم که روتور به راحتی دور بخوره و صفر نباشه. برای پر دادنش، دور زدنش، پولی رو روش میبندیم مجدد. پیچ پولی رو محکم میکنیم تا بتونیم میزان روان بودن روتور رو تست کنیم. خب برای اینکه ما موتورمون راندمان کافی داشته باشه، پیچ ها رو به صورت ضربه دری سفت کردیم و اگر که جایی از کار اون ایرادی نداشته باشه، به همه روونی باید موتور شروع کنه به چرخید. خب که زور نزنه. برای تستش هم موتور رو تست میکنیم. با برق 220 ولت. این دور تون میشه. بذارم اینجا. دور تونش هم دور کمش هم تست میکنیم. این هم دور کم. بدون سر صدا، بدون هیچ ایرادی. در خدمت شما هستیم تا آموزش‌های دیگه. بدرود.